مرزبانان قرغز روز 20 نوامبر در مرز ناحیه لیلک با ولایت سوغد تاجیکستان از کوشش قاچاق بیش از 1 تن قند و قندلات پیشگیری کردند. بنابر اطلاع مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرغزستان، مرزبانان قرغز روز 20 نوامبر یک ماشین تمغه مرسدس سپرینتر را در راه مرغون ارقه در حدود ناحیه لیلک منع کردند، ولی راننده ماشین شهروند 30 ساله قرغزستان به امر مرزبانها اطاعت نکرده با سرعت بلند از نزد مرزبانها گذشته فرار کردنی شده است. مرزبانها مجبور شدند که اول به هوا و سپس به سوی چرخهای ماشین تیر کشند و آن را منع کنند. هنگام کوفتکوف از بردان ماشین بیش از 1 تن قند و قندلات پیدا کردند. راننده که این بار از تاجیکستان به قرغزستان می آورد برای این محصولات یگان حجت نداشته است. بعد ترتیب دادن پروتکل راننده را بازداشت کرده ماشینش را با محصولات قاچاقی برای تفتیشات من بعد از وی گرفتند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز ناحیه‌های بادکند و لیلک قرغزستان با جماعت شهر اسفره و ناحیه غفور و تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زده‌خوردهای مسلحانه در مرز اسفره و ناحیه باباجان غفورov با ناحیه بادکند و لیلک 55 نفر کشته حدود 240 زخمی شد. این زده‌خوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می‌شود.